سلام برسه از تمام دوستای گل نازم. خدا کنه خوب باشین، جور باشین، صحتمند باشین. دوستا دیگه من یک دو سه برنامه را موقتی برای یک دو رقصه یک ثبت کرده بودم. برنامه چون در وقت ثبت استاپ شده بود، دوباره از نشر باز مانده بود. و دیگه این برنامه رو میگیرم به خاطر برای بعضی کسایی که انتقاد کرده بودن، میگن انسان انتقاد پذیر باشه، انتقاد بپذیره. ما هم به خاطر از اون انتقاداتشان برنامه را گرفتم. اونم بعضی دوستان انتقادات کرده بودن بالای اینی که دولت فعلی افغانستان چرا مکاتب برای دخترها بسته کرده، باید این کار نمیشد. باید دخترها و 2 ساله که از تعلیم خود پس ماندن و حرمت قائل نشده و اونا 2 سال، تقریبا 2 سال شد که از تحصیل آنها را یعنی از تحصیلشان دور نگاه داشته. اونا را باید این کار نمیشد. و درست است، راست میگین. من هم ممنون شما انتقاد پذیر هستم. راست میگین، باید مکاتب برای دخترها باز باشه. دخترها نیاز به تحصیل دارن، دخترها نیاز به دانش و علم دارن. باید اینا باید به هر رقمی که میشه باید مکاتب از اینا باز شود. و ما تقریبا 1 سال مکمل من خودم برنامه گرفتم که مکاتب چرا برای دخترها بسته شده. باز یک سلسله گپ ها و صحبت هایی بوده که ما قناعت کردیم که گفتن که مکاتب باز میشه. یک سلسله تخریباتش صورت گرفته بود در عرصه مکاتب دخترها. نمیخواستن که دخترها خدای نخواسته تلف شوند و یا خونروزی رخ بده در مکاتب دخترها. ما هم قبول کردیم، گفتیم که شاید امنیت مکاتب گرفته شود، امنیت دخترها. و بعضی یک سلسله پرابلم های دیگه بود که همه را قبول کردیم، گفتیم راست میگن. به اساس این پرابلم ها خیر یک مدتی که مکاتب بسته بود، ولی حال دیگه بسیار تایم بسیار زیاد شد دیگه. ایمی پرابلم ها خود شاید دیگه حل شده باشه. باید امسال ضرور مکاتب دخترها باز شود. ای سال جدیدی که میاد ضرور مکاتب دخترها باز شود و دخترها به مکتب خود شروع نماین. دیگه بسشان است. همین مدرده که زیاد تایم سپری کردن، در کنج خانه ها نشستن. باور کنیم که بسیاری هایشان آنقدر گریه کردن که گفتن که ما درس تحصیل ما 2 سال پس مان شدیم. و خاطر چی؟ و خاطر کدام هدف؟ و راست هم میگن، ملامت نیستن. برای قهرمان افغانستان همشون نیاز به دانش و علم دارن. ما شما میبینیم که همی بعضی یک سلسله دخترای قهرمان افغانستان چقدر اینا از نگاه تحصیل پیشرفت کردن و چقدر یعنی دانششان صد دانششان بلند رفتن. ما میبینیم بعضی دخترها رو بسیار به صد دانش بلند درس خواندن، دانش بلند دارن، در چوکات اسلامی هستن. و دخترهایی هستن که جابا هم مراحت کردن و تحصیل و تعلیمشان هم پیشرفت کرده، دانششان هم بسیار بلند است. ما میبینیم که دختران در افغانستان هستن و حتی با حجاب اسلامی خود هم اینا مبارزه کردن. بعض دخترهایی که درست به حجاب اسلامی مراحت نمیکنن، اینا زیاد مبارزه کردن، آنها را فهمانده که باید به این شیوه و به این طریقه باید باشیم. مملکت ما مملکت اسلامی است و این دخترای دانشمند، دخترایی که فهم عالی دارن، ما افتخار میکنیم برشون. بسیار دانش آموزای قوی داریم، دخترای قوی داریم در افغانستان و آفرین برشان. دیگه انشاءالله تعالی مکاتبم باز میشه بخیر. می سال جدید که بیایه دیگه دخترها روانی
خود شدن دیگه. ما هم همین تبریکی رو بهشون میدیم که گفتن که همین سال جدید انشاءالله تعالی دخترها روان مکتب میشن دیگه. خداوند میربان است. میبینیم که میگه همین صحبتی که کردیم جای رو بگیره، دخترهای ما به مکتب خود آغاز کنن دیگه. دوستای گلم در بیایم ببینیم در عرصه پیشرفت افغانستان خود میبینیم از وقتی که ما 3-4 سال پیش میشونیدیم که چی تلفات بود، چی خونریزی هایی بود، حالا میشنویم که چی آبادی هایی از چه طرف زحمت میکشن، مخصوصا شاهوره کابل چه زحمت میکشن. اینا خوش هستن که مردم خود افغانستان خوش هستن که شاهواره چقدر زحمت کشیدن در عرصه سرک ها، در عرصه خانه هایی که غصب شده بودن، اینا همیشه اینا گرفتن و خانه هایی که سر به خود آباد شده بودن و اینا رو همیشه اینا تحت کنترل خود دارن که باید تحت کنترل دولت بیاید دوباره. و کوچه هایی که از کثافت اینا و چیال بود هم از اینا تصفیه کردن. هر کس خوش است مملکتش آباد باشه، زیبا باشه، پاک باشه و کی خوش نیست بغیر از دشمن ها. کسی که خوش نباشه دشمن وطن خود است، دشمن تعصب است، دشمن زبان است دیگه. اونا رو یک طرف میمونیم، اونا مقدار دیگه که یک گپ خود میزنن، یک انتقاد منفی میکنن. نه، ما باید اون افغانستان رو ببینیم و چشم سر میبینیم که رو پیشرفت است و تبلیغ های بی جای نکنیم. انشاءالله تعالی مملکت ما پیش میره، مملکت ما آباد میشه. از مملکت ما مثل که دبی و ترکیه و اینا آباد است، چرا مملکت خود استفاده های خوب نکنیم، مملکت خود آباد نسازیم که افتخار کنیم، افتخار به افغانستان خود کنیم، نه افتخار به ممالک بیگانه، نه افتخار به خانه و کاشانه بیگانه ها، نه افتخار به وظیفه که در مملکت بیگانه ها صورت بگیره. افتخار به مملکت خود کنیم، به مملکت خود کار کنیم، زحمت بکشیم و مملکت خود آباد بسازیم دیگه. من یک 10 دقیقه گفتم باش صحبت کنم دیگه. تشکر از دوستای ما که در مسنجر ها به من نوشته کردن که دوباره برنامه های ببینید. چرا نه، به خیر خوبی برنامه شروع میشه، میگیریم به پیشرفت و آبادی وطن خودم کوشش میکنیم. خدایا شکر که فعلا خود تحت شرایط خوب وطن ما قرار داره. امیر ما از خدای خود سپاس گذاریم. تشکر دوستای گلم. هر جایی باشین خوش باشین، آرام باشین.